یه حرکت نمادین، یه تشییع جنازه نمادین، 3 تا تابوت تهیه کرده بودن، یه تشییع جنازه نمادین انجام بدیم توی دانشگاه به عنوان نماد استکبار ستیزی دانشگاه صنعتی شریف. سر ما بغض من و آه من حق شده اسم من و تو تنه سیاه ترکه بیدار و ستم مونده هنوز رو تن ما دست بی فرهنگی ما هرز تمومه علفاز خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش دست من و تو. از مسجد دانشگاه این راهپیمایی شروع شد. بعد ما مواجه شدیم با یه تجمع غیرقانونی در دانشگاه که باز روز 16 آذر رو کاملا سیاسی کرده بود. سیاسی اونم از نوع انتخابات 88. با فاصله حرکت کرد. بریم